ختم نکرده یا دیپلم نداره، چون که زورش نمیرسه، عقلش نمیگیره، دانش نداره. برای چی زورش نمیرسه؟ دانش نداره. گناه کیه دانش نداره؟ 11 سال در کجا خوند؟ معارف کجا را نگاه کرد؟ برای چی از شهادت نامه داد؟ برای چی مکتب بود کرد پس؟ نه بیاین من شما را میگم گناهی کیه. خب گناهی کیه؟ گناه معارف، گناه سیستم دولت داری. من برات یک ناعدالتی را بگم، میرسونید در حکومت. البته را چی مثال شرکتی بک صبور میدونی، علاقه کمیته علاقه خدمات علاقه، همون نفر غیر قانونی به تجارت ساختمان خانه مشغول است، در آفیس دولتیش خانه تجارت میکنه، کارگر حکومت است، طبق قانونگذاری کشور منع کردگی است. هر کسی که به این کار مشغول است او جنایتکار است. فردا میتونی برای بعد خب سود به دادگاه به پروکراتوره شکایت بکنی، عریضه بنویسی که رئیس خدمات علاقه به تجارت خانه در آفیس دولتی مشغول است. میتونی کده. آیا در یک حکومت آزاد دموکراتی میشوه که پدر پرزیدنت، پسر جانشین پرزیدنت شخصیت دوم، دختر رئیس پارلمان، داماد بانک‌ها را کنترل میکنه، داماد دیگرش تمام شرکت‌های تجارتی را کنترل میکنه، نوه‌هاش تمام صاحبکارا را کنترل میکنه، خب دختر دیگریش نمیدونم تمام دورو را کنترل میکنه، خودش علاقه را کنترل میکنه، خدای دیگریش معارف کنترل میکنه، دختر دیگریش سفیرا را کنترل میکنه. مگر همین نظام آزاد دموکراتی است؟ مگر مادر این ملت دیگر سفیر نزاید، دیگر رئیس نزاید؟ الو بله میشنویم. آواز میره؟ آواز میره. بله بفرما. صدای مردم؟ بله. الو. السلام علیکم. علیکم سلام. شما خوبین؟ احوالتون خوب است؟ تشکر. بفرمایید. در پخش مستقیمه؟ بله. کاراتون خوب است؟ احوالتون خوب است؟ میشه خدا را شکر. بلندتر گپ زنید. خدا ناز باشین. امیدواریم که در این سال 2022 یک کم ترک انا عقلتون در سرتون میزنه، بشاید انا شاید فکرها را درست کنین. مثال بیاین یک اول یا مسئولیت میکنیم برادری عزیز. خب که به شتوهی گپ میزنیم میشه و یک صحبت میکنیم. استریم دروی نوخی جولی باید اوجا صحبت کنیم. چهره اشکار چی بدرویم؟ استریم راستی گپ من خیلی چیزاشو نمیفهمم. نمیفهمی؟ نه راستی گپ نمیفهمم. باشه بفرما. بدون ترس، بدون دشنا، بدون کدام احساساتی صحبت میگه میشه؟ ما بجوز از پروردگار از یگان چی نمیترسیم. باشه. برای من سه تا عملی را بگو که در سال 2021 از جانب رژیم رحمانوف کرده است و واقعا این یک عملی بدبختی مصیبت برای ملت. چون این حالت بود؟ یگان عملی بدبختی نبود از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب روبری دولت جمهوری تاجیکستان. فقط مهنت زحمتشون برای پیشرفت جامعه، پیشرفت مردمی. یعنی رژیم امروز هیچ اشتباهی نداشت در طول یک سال دولت داریش. اگه سلمان بیاین به اشتباه پروردگار. نو همون را بگو، هم کمبودی را بگو، این کمبودی را بگو. نه ما یگان حقوقی نداریم که کمبودی انا دولت کمبودی. اصلا گپ اشتباه خیلی خلاف سرقانون گپ بزنیم. ما یگان حقوقی نداریم. نه سرقانونی کشور ورق زدی؟ کنستیتوسیا را میدونی؟ سلمان ها اینه من در خونم شتگیم، در پیشم سرقانون های انا در پیشم کتاب قرآن های. همین سرقانون از چند باب و چند ماده عبارت است؟ وای بیا ما سری سرقانون نه همون در پیش باشه یک بار بازش کو چند باب و چند ماده دارد. آخی انا 10 بابای 100 ماده هست. خب با بیدی کدام مسئله در حرف میزنه؟ بیا گوش کنی آخی من نه تو میگی که ما حقی نداریم کمبودی دولت بگیم. من برات نشون بدم در گیجا گفتگی است. با بیدی کدام مسئله در گپ میزنه؟ بیا بنابرت گپ زنیم. خب من همه سوالا را جواب ده، با من سوالات را جواب نه. با بیدی را من نمیدونم، گوش کنین مرا شما. کنستیتوسیا را باز که همین که من باز میکنم. اینا کنستیتوسیا را باز میکنم. خب بیا هر دومون باز میکنیم. مرا گوش کنین شما اگر که گوش میکنم. وقتی که از جانب یمی مقامات از جانب حکومت یگان کمبودی شید،
ما را خداوند عقل داده، ما همون مقاماتی که کمبود شد یا میگیریم یک عرضه می‌نویسیم که محترم فلان یا که با فلان وزارت اداره فلان خیلی ناعدالتیه، فلان خیلی قانونگذاریه. در بین دنیا در بین حتما من نصیب اگه روز استراحتی روز سه‌شنبه میرم خدمات علاقه میبینم همین حالت باشه دسته نه نوارا همین حالت هست برادر نباشه میگو اشتباه میکنی چون این حالت هست. سلمان بله و اگر که باشه چیکار میکنی؟ به کجا مراجعت میکنی؟ می نویسیم صحیفه وزارت کارهای داخلی دا صحیفه پرکراتور گنرالی دا می نویسیم. خب همو به حیثی که نام و فامیل تمیتون به حیثی که می نویسی که تو من پیگیری کنم که مکتوبی تو جواب میتن یا کی نه؟ به حیث شهابینی بختیار زاده و استقامتخانه شهر دوشنبه. بله زاده و استقامتخانه شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور. خب یعنی میتونی که همون عریضه‌ای که می نویسی در همین نمره ما کپی کنی روان بکنی؟ حتما میکنم این کارا. من که اول میرم من خدمات علاقه رفتگیم. خب چندین مرتبه رفتگیم. خب این چیزایی که شما میگین خب این چیزایی که شما میگین یگام دلیل نداره ولی شرکت ساختمانی داره بله فرزنداش صاحبکاره برادرش صاحبکاره مدام یگام دلیل در اتاق کاریش رسمای خونش چیکار میکنه او تجارت کرده سای؟ ای وای رسمای خونش این چیزا شرکت ساختمانیش کله کردگی در دیوال خونش در اوجا تجارت خونه است او مسئول است. نه من شما را حاضر نمیگم که دروغ میگین چون که من ندیدم. خب نقطه دوم فردا میرای نزدی دامادی رحمانوف خب دامادی کلانشوی آزاده برای سوال میکنی که همین راهی دوشنبه چنکی که دوشنبه را به خوجان پیوست میکنه سالانه چند هزار دلار چند میلیون دلار درآمد داره و چند قبل به بودجه کشور پول میسپاره میری میکنی میگه آمارده هسته یگام سوم نمیسپاره از انداز آزاد است. نه از انداز آزاد است. انا اگه من سوال شما را جواب میگم بیا شما راننده هستین؟ خب بله. یگام بار از دوشنبه به خوجان رفته؟ نه من در تاجیکستان راننده نبودم. در تاجیکستان راننده نبودی؟ نه انا در ایامی 3 ماه 2 ماه قریب که 3 ماه 2 ماه راهی امی دوشنبه خوجان بند میشیده. خب کمی 1 ماه بند میشیده. خب این زمان من فکر میکنم که ممکن بسیار 5 ساعت 10 ساعت بسیار یگام بارشی برفی وزمین شود. خب همش مهنت همش انم شرکت ایرس خب همون شرکت از کجا پول گرفت راه ساخت؟ شرکت از کجا پول گرفت راه ساخت من نمیدونم شرکت از خیتای صبر کن اخی برای معلومات زیادتر بکنم صحبت جالب میشه مردم در برسون. شرکت از نام حکومت رفت از خیتای پول گرفت آمد راه ساخت دامادی رحمانوف صاحب شد و او پول سالانه 100 میلیون دلار به جزیره های بریتانیا میروه خوب میروه 1% بودجه در دولت انداز نمیسپاره. سلمان بله این هوایی گپ نزنه. هوایی نیست این چیزی نرمال پارلمان کشور از انداز آزادش کرده است و شرکت نامعلوم در کجا ثبت نام شدگی است. راهبر شرکت معلوم نیست کی است کدامش عثمان است. برای ما معلوماتی پر بیار که در همین طول 11 سال یا 12 سال فعالیتش چند پول در بودجه کشور مبلغ سپرده است. آیا هست همین امور؟ برای پیشرفت برای کمیونیکاسیون برای پیشرفت این برنامه رحمانوف است برنامه دامادش نیست. رحمانوف پرزیدنت وقتی سر قدرت آمد گفت من مردم کشور از همه مشکلات راه بیرون میکنم اما پولکی خب بگذار پولکی است اما این پول کجا میروه؟ البته ای برادر عزیز بله بالون چانس شما در کدام دولت زندگی میکنید؟ ما در آلمان. در آلمان یک بالون رزمری فرض کردیم 18 چانس است. رزمری کدام بالون ماشین؟ بله خب این وابسته با صفت بالون است. تو میخوای میره زباچی میخری 10 یورو 20 یورو میخوای نه میخری 100 یورو 200 یورو 500 یورو. برادر عزیز خب ما خدم مادرم از منطقه از ولایت سوغد. خب ما با همراهی اولوی با پدرم میرفتیم یگان وقتی با عیادت یمو بیبی و بابامون میرفتیم حتما یا بالون دو بالون فرسوده میشی. این مشکلی کی است؟
نه همین مشکلی که در طول 30 سال دولتداری یک راه ساخته نمیتونه. آیا همین از تاش پیش روی؟ برادر خیلی بیاین منظرت میخوام یا بیاین فرهنگ یک کم تر فرهنگ. بحث سری فرهنگ نیست، بحث سری جنایت است در اینجا. میفهمی برادر؟ خیلی ما گپ زنم مایل اخی ما گپ زنم شما گپ زنم. شما اخی یک تحلیلای غیر فرهنگی کردی. میگی من بالون میخریدم بالون میکندک. پروبلم حکومت وزارت نقلیات بود که راهی درست نمیساخت برای مردم. اول خواهش کردیم که بیا بشه توهی گپ کار شوه. خواهش میکنم. اوجا بحث است که خود تحلیلای غیر منطقی کردی. نه برادر عزیز من با شما دا میگم که امروز من بومداد یک هفته پیش بود بومداد در خونم خواندم در مرکز شهر دوشنبه. خب در مرکز شهر دوشنبه بومداد خواندم رفتم پیشین در گرانی آیبوت خواندم عصر نشیده در شهر تاشکند شدم با ماشین خصوصی. خب برادر عزیز ما دوره که نو استقلالیت به دست آورده بودیم 5 سال 10 سال شده بود مرا میبخشید یا جای آدم میدارید که با ولایت سوخته بروه. خب یا اینکه با شروبات بروه یا اینکه با بدخشان بروه. خب امروز انا میخوای شرکت ها دولت ما دولت جوان برادر عزیز خوزی ما بچه 30 ساله حتی یک دانشگاه ختم نکرده یا دیپلم نداره چون که زورش نمیرسه عقلش نمیگیره دانش نداره. برای چی زورش نمیرسه؟ دانش نداره گناه کی دانش نداره؟ 11 سال در کجا خوند؟ معارف کجا را نگاه کرد؟ برای چی از شهادت نامه داد؟ برای چی مکتب بود کرد پس؟ نه بیاین من شما را میگم گناهی کیه؟ خب گناهی کیه؟ گناه معارف، گناه سیستم دولتداری. خب بیاین من شما را بگم. بگو. همین بعد از پاش خوردن دولت سوویتی اتفاق سوویتی بعد از سیو خب ما جنگ شد. خب معلم در کوچه موند. خب طلبه بیکار موند. خب دانشگاه مؤسسات تعلیمی قریب تا 2005 6 خب نبود تعلیم تربیت درست نبود بودجه نبود پول نبود. وقتی که همین مردک دولت قبول کرد یا معلم 5 سومون معاش میگیریم. کوزی اگر شما عنوان علمی داشته باشه نه کم از 5000 معاش میگیرید. خب اگر کسی عنوان علمی نداره یک خیابان رو راه رو بس خب همون با چند معاش میگیره؟ برادر عزیز خب همون یک راه رو اگر یک فرزندش کتی یا که یک انا شوهرش کتی کار کنه یک نیم شوهر نداره 3 تا فرزند داره شوهر از دنیا گذشته است او باید چیکار کنه؟ از دنیا گذشته 3000 معاشش میتند. معاش حداقل در تاجیکستان 80 یورو است. مگر تو در کمیته کار با زنان کار میکنی کار با جوانان کار میکنی در شغل اهالی کار میکنی معاش میتی؟ برای چی دروغ میگو؟ آمار نظر میکنی نشست مطبوعاتی کار رئیس کمیته کار و مهنت معاش گفت معاش یک معلم 1080 سومون گفت یعنی رئیس کمیته گفت تو نگفته توی حق نداری. معاش یک دکتر 1180 170 سومانی گفت یعنی تو از کجا میگی 3000 4000 سومون؟ دکتر کار کنه کاتگوریا بگیره کاتگوریا نداره. من دانشگاه را بود کردم سری کار رفتم از ناحیه نمیدونم حصار هستم هر دوشنبه میام کار میکنم میرم 1080 سومون معاش میگیرم با کجای من میرسه 3 فرزند دارم. از ناحیه حصار بگیریم برادر کودکس مهنت کتی حقوق نداره شهر دوشنبه در جای استقامت نداشته باشه کار کنه. کی میگه حقوق نداره؟ کی میگه؟ برو در حصار کار کنه. کار نباشه من در کار نیست در حصار کار نیست. برادر عزیز کار هست کارگر نیست کار هست. 2 میلیون مهاجر چیکار میکنه در روسیه مدام کار هست؟ برادر عزیز شما گشتن پشت مهاجر. چرا مهاجر چرخه اساسی دولت است. چند فایز مجموعی مسائل داخلی از حساب مهاجر است؟ چند فایز؟ معلومات داری؟ 45 فایز. این یک مصیبت است برای یک دولت. 45 فایز مجموعی مسائل داخلی از حساب همون مهاجره که شما نظرتون نمیگیره. رئیس بانک ملی مهاجر ول بکن. تو به مهاجر چی در کن؟ 45 فایز. نفهمی؟ خب مدام کار بوده است برای چی روسیه میرفت است تو؟ اویلای ما هم نباشه یک تا دو تا مهاجر هست. برای چی روسیه میره؟ چرا کار نمیکنه؟ تو گفتی پری کار است کو؟ پری کارای برای چرا کار نکردی اویلای خودت؟ یک مطلع مردم کلو میگه اوی دین در خونه لویولو دیگه مطلع رو برای در همون کدام کوچه گفته است همونجا بگو. گپ دروغ است. رحمانوف در این پیام آخرش زبانش قد گفت که
چرا متخصصای ما از کشور فرار میکنن؟ خودش گفت برای که امنیت، پروکراتورا، سودیا، فلان بمدون دلا و دکمتون در دستان میروین، انداز درآمد از این، انداز از این، با او خاطر همه فرار میکنن. مگر همین مصیبت نیست؟ این یک پهلوی مسئله. رحمانوف دعواش سری است که میگه ما 500,000 مهاجر داریم. دیروز در نشستی سنت پترزبورگ رحمانوف همراه پوتین رئیس فدراسیون روسیه با زبانش خودش گفت که уважаемый مملی شریپوویچ، مهاجرای شما زیاده از 1 میلیون در کشور ما است. اگر که در همینجا حرفی پوتین اشتباه میشد 500,000 زیاد گفته زای، چرا رحمانوف پافشاری نکرد؟ رحمانوف میگه ما 300-400,000 مهاجر داریم، چرا پافشاری نکرد؟ چرا نگفت که ایجاد نگه правильно شما درست میگین خیلی نیست، ما 400,000 داریم، این اصلا چرا نکرد؟ پس ما از 1 میلیون زیاد مهاجر داریم در روسیه. برای یک کشوری که 9 میلیون است 1 میلیون زیاد مهاجر داشتن، این میدونی یک کاتاستروف و مصیبت است. مهاجرت یگام جای عیبش نیست. چرا عیب نه؟ جای عیب است، جای عیب است. همین مهاجری که سیاه میرود جای عیب است. ناموس ملت بردن فروختین. زن ملت در آغوش آذری و روس و تاتار و ارمیان و بلاروس و گرجی خواه است. شما میگن جای عیب نیست؟ کودک 6 ماه را تجاوز کردن تا امروز تجاوزکار حکومت روسیه دفاع میکنه. نگیم سفارت ما، دیپلماتای ما، وزارت کارهای خارجی، خودی رحمانوف 10 بار روسیه سفر کرد، یک باری قضیه را بلند نکرد که رئیس پوتین، آقای پوتین چرا یک کودک ما در اینجا تجاوز شده به قدر رسیده است؟ یک جنایتکار 4 سال شد میدوین، این روز مریض است، این روز گناه نداره، فردا در بیمارخانه است. مگر همین عدالت است؟ مگر همین دولتداری است؟ سلمان، مهاجرت عیب نیست، عیب است. این همین شب روز عیب است. چرا فرزندی وزیر نمیره توالت روس تازه کنه؟ چرا نمیره؟ چرا دخترای رئیس جمهور نرفتن مهاجرت؟ چرا سفیر میره و چرا من حیث یک کارگر نمیره و پیش خدمت باشه در یک رستوران؟ برای چی؟ برای من یک بچه وزیر بیار، یک بچه گنرال بیار، یک بچه رئیس بیار که در کدام یک کافه آذری پیش خدمت شده است، پولشو شده است، طباخشو شده کار میکنه. آیا هست؟ نیست. هستای. کنی؟ بگو نامشه. اکثر بچهای وزیرایی که در خارج در اروپا در همو دولت‌ها میخونن و یگام تیو در خارج کاسه و طبق نمیشوه. یگام تای بچه وزیر کاسه و طبق نمیشوه. این گپا را برین همون کسی که نمیدونه گپ زنین. خب سلمان. بله. اوکی ما در پولشا بودم. خب تاکسی بچه توجیک در شیشتم. تاکسی ای اوتاش وزیر اینه که تاکسی وزیر کدام وزیر است؟ اینش ضرور نیست. ضرور است. کدام وزیر؟ نه اینش ضرور نیست. وزیر کارهای داخلی؟ کدام وزیر؟ عیب چی است؟ سلمان عیب چی است؟ عیب همین است که مهاجری ما در روسیه پسترین شرایط از زندگی میکنه. در یک خانه وقتی پلیس داخل میشه 20 تا تاجیک میخپه. انا ایش عیب است. انا اون ملتی که میگه ما فرهنگ داریم، میبینیم فرهنگ در روش توف میکنیم. خب فرهنگ اگه فرهنگ ایمی پشت شما مخالفا فرهنگ مونم نمونده. کدام فرهنگ ما پس کردیم یا که رحمانوف شما پس کردین فرهنگ؟ مثال برادر عزیز بیا تو وقت استقلالیت به دست آوردیم، تو وقت همین پیشوای معظم ملت اموالی رحمان پریزیدنت نشید، استقلالیت کی به دست آورد؟ استقلالیت این مردک به دست نیاورد. کی آورد؟ اعلامیه استقلالیت در دیگه نفر کی امضا گذاشت؟ استقلالیت کردگی کی امضا گذاشت زیر اعلامیه استقلالیت؟ نمیدونی. برای چی امروز نامش ذکر نمیشوه؟ چرا در یگام صفحه تاریخ اسم او نیست؟ چرا یگام تلویزیون و رادیو نام او را نمیگیره؟ چرا یگام کتاب و مجله و مقاله و نمیدونم رادیو و رسانه نام او نفر نیست؟ چرا نسل امروزه، چرا تو زاده استقلالیت نام او را نمیدونی؟ برات عیب نیست؟ برات شرم نیست؟ مصیبت وزارت و کمیته و اداره و دولتداری ما نیست که کسی که خون جگر خورد ما را یک کشوری صاحب استقلال کس تو نامش نمیدونی؟ عیب نیست برات؟ شرم نمیکنی؟ ایزا نکشیدی از یک جوان بودنت که استقلالیت خود نمیدونی؟ ایزا نمیکشید؟ ایزا کشیدم. یا وقتا خودت گفته بودی که زیر اعلامیه استقلالیت کسی امضا کرده، ما همراه به خاطرم گرفته بودم فراموش کردم. خب یعنی ننگ هست برای تو که نمیدونی همین چیزا؟
البته رانان کمتر. پس چرا در یگام تلویزیون گناه هست؟ همین اشتباهی امروز هم در مقامات ما هست که نام همین در یگام تلویزیون رادیو شنید یگام بار هست شنید یگام بار، این همین در یک هفته آخر شنیدی؟ نامی رحمان فر 1000 بار شنیدین اما نامی اون نفر یک بار نمیشنویم. برای چی؟ سلمان باور که ایزو کشیدم ندونستم زیر علومه اسکلولت که ایزو کده همه شما که ایزو میکشه. برای چی من برای کدام گناه ایزو بکشم؟ در کجا جنایت کردم؟ کسی را تجاوز کردم؟ مالی کسی را خوردم؟ پارچه زمین فروختم؟ تحقیر به زن و خواهر و مادر شما کردم؟ چیکار کردم؟ سلمان گپ سری همین است. من زمان ایزا میکشم که پارچه زمین من در زمان راهبر بودنم میفروشم، شرم میکنم از خودم. من زمان ایزا میکشم که لااقل زیر آن برنامه مهمی که استقلالیت است امضا گذاشتن او شخص و افراد نمیدونم مردن من برای یک جوان زاده استقلالیت و شهروند تاجیکستان و مرده من او تاجیک به که من او شخصیتی که برای آزادی من مبارزه برده قلم گرفته امضا گذاشته، من اسم او را نمیدونم، حتی مزار او را نمیدونم، حتی تولد او را نمیدونم، حتی فرزندی کدام مادر است نمیدونم، حتی پدر و مادر او در کدام حالت است، زن و بچه او در کجا زندگی میکنه نمیدونم، مرگ من باش میگم. خب سلمان یا به شکلی گپ زنیم که گپ سری تجاوز رفت یا 2 دقیقه برای تجاوز گپ میزنیم. بگو معنی تجاوز چیست؟ معنی تجاوز چی است؟ آخه تجاوز گوش کنین مرا. چیه معنیش چی است؟ معنیش چی است؟ آخه بیا ما اول گپ زنم. نه همین معنی همین کلمه را بگو چی است آخه؟ آخه برادر بیا اول ما گپ زنم بعد در آخر گپ. والله خود معنی همین کلمه را معنیش بگو که بعد تو گپ زنین معنیش ندونی نمیتونی گپ زده. نه آخه من نتونستم گپ زده خاموش کنین. بگو. تجاوز میگن همین روزی درست همین محمد اقبال خود تجاوز فلانی را تجاوز کردن خواهر من یگام نوار نشان دادم که فلانی را تجاوز کردن گفته باشم. نه اکید من در مثال گفتم. نه مثال نبیار وقتی من نکردم مرا مثال نبیار. من ضد این نمود سیاست هستم. من آشکار میگم. من آشکار میگم برادر. من آشکار میگم که من هیچگاه در سیاستم این نمود برنامه را پیاده نمیکنم. اینا من شخصا آشکار میگم و هیچ گونه نمیگم فرزند یک فلانی تجاوز کرد. معنی کلمه تجاوز وقتی خودت نمیدونی با خاطر من را در گناهگار میکنی. خب نه مش گناهگار تجاوز این همین تجاوز این محمد اقبال همتون مرا میبخشین. مرا باز میگم نام مرا نگیرده اینجا. همتون در دستخوان این اشتباه از این دروغ است. این دروغ است در دستخوان میخوام. دروغ است دیگه. خب دروغ است قبول که دروغ میگی. گوگ من قبول میگم دروغ میگم. برای چی قبول وقتی برای چی گناهتون میگن قبول نمیکنین؟ نه سرکشی نکنم برادر، سرکشی نکن. وقتی من میگم که من هیچ ربطی ندارم با یک حزب دیگر با یک حرکت خارجی دیگر، من اعضای حرکت سیاسی گروه 24م بیرون از این اعضای هیچ یگام حزب نیستم، میگی دروغ میگو. ولی از خدا من در روپروی دوربین در پیش 3000 نفر من گفتم که نگفتم دروغ میگی. شاید من اشتباه کردم. خب بگو من میگم تو اشتباه کردی، قبول کن اشتباه انت تمام. اگر اشتباه باشه اینا قبول با معذرت میخواهم. تمام این است نشانه مردی این است برادر. مرد هموی است که وقتی اشتباهش قبول میکنه میگه برادر معذرت من تو را تهمت کردم. نه شاید من خطا کرده باشم، اگر خطا کرده باشم من معذرت میخواهم. سلامت باشی دوام ته. سلمان یعنی بیاینده با خدا که قسم میگم با خدا میگم یگام منصبدار نیستم، فرزند یگام منصبدار نیستم. خدا یکا و یگانه های همین کمبودی هست رای کمبودی خلقان کمبودی بسیار نه که کمبودی و پشت سر شده است. ما ای سالی خودت کدام سال ای همین وطن برو آمده رفتی؟ من هر روز در داخل وطنم فکر کنم. از تو بیشتر این صبر که خودت در داخل وطنی من خارج از وطن. من از تو بیشتر معلومات های میدونم که اینمی حاضر در تاجیکستان چی گپ میگذره. بیشتر معلومات های میدونم بودجه کشور چقدر است، وزیر رئیس پارلمان کی است، رئیس کدام وزارت از تو بیشتر میدونم. ولی فکر که من در داخل تاجیکستانم. شما خدا را زورا میکنین که در داخل وطن یا نوتینجی شما که اشتباه است. این گپ نگو. برای من بیا که معنی کلمه تجاوز معنیش فهمیدی چی است؟ نه من یا چی گفتنی بودم که همین میگردیم سری محمد اقبال صدرالدین که همین گپی مرا گوش که حساب شد جواب بگردونه میگه که خواهر فلانی را تجاوز کردن، مادر فلانی را همراه زنش را تجاوز کردن، خواهرش تحقیر نکن. این برنامه من قطعی گپ نیستم، قطعی ما گپ زد برادر. نه صبر کن. او برادر برنامه داره، لایف داره، خود جوان مرد بونه خودش گپ زنید. بیا من قطعی گپ زن. این بحث دیگرمو خب پروبلم من نیست. قبول میکنه و من یعنی که مسئول تکنیکی نیستم که قبول کنم. گوش کن.
معنی عباره کلمه تجاوز نمیفهمی با او خاطر ما را گناهکار میکنی. تجاوز یعنی از حد گذشتن، یعنی خط قرمزی که هسته از همو گذشتن. حکومت رحمانوف واقعا در حق همین ملت تجاوز کرده است، از حد گذشته است دیگه. با طور مثال آیا در یک حکومت آزاد دموکراتی میشود که پدر پرزیدنت، پسر جانشین پرزیدنت شخصیت دوم، دختر رئیس پارلمان، داماد بانک را کنترل میکنه، داماد دیگرش تمام شرکت های تجارتی را کنترل میکنه، نوه‌هاش تمام صاحبکارا را کنترل میکنه، خب دختر دیگریش نمیدونم تمام دورو را کنترل میکنه، خودش علاقه را کنترل میکنه، خدای دیگریش معارف کنترل میکنه، دختر دیگریش سفیرا را کنترل میکنه. مگر همین نظام آزاد دموکراتی است؟ مگر مادر این ملت دیگر سفیر نزاید، دیگر رئیس نزاید؟ مگر از بک صبور یک بار همون نفر جنتلمن ابو که از او دیده یک نفری سالمتر نمیتونه رئیس خدمات علاقه باشه؟ نمیتونه. اوکی امی برادر عزیز بک صبورم انا یا مردکی درسته خیلی کم کمی خیلی خیلی چند سال شد برایش دیگر کادر جوان نمیشه انتخاب کرده. کدام وزیر برای ما بگو که بغرض از همین تازه وزیر کی از شیرعلی کبیروف خطا نکنم از درواز تازه وزیر قبول شد، غیر از همو یک وزیر برای ما بگو که جوان باشه. نوردین رحمان چند ساله است، اوش MVD KGB یا سالاشون سالای خب همو یک خری پیروز از او گذشته است. چرا یک کادر جوان وزیر نیست؟ برای چی هست؟ رستم امامعلی با خاطر چی فرزند امامعلی؟ مگر مادر ملت دیگر شهردار نمیزایده؟ چرا تو نمیتونی شهردار دوشنبه باشی؟ آیا کمبودی داری؟ نه کمبودی ندارم. چرا نمیتونی تو رئیس شوی؟ چرا تو وزیر شدن نمیتونی؟ برای چی؟ شاید بعد رستم امامعلی شاید ما رئیس شوم. و من نمردم وقتی تو بعد رستم امامعلی تو رئیس شوی. او خودت رئیس شوی. ان شاء الله نصیب. در دل هوسا دارم و دست نارسا. دست ان شاء الله میرسه. اگر دست نرسه در اینجا گپ نمیزنم. خب برادر عزیز باورم کنه که یگان باری کج به منزل نمیرسه. خب تا این طبیعی است دیگه، ان شاء الله طبیعی است باری کج به منزل نمیرسه. اما اگر باری ما کج میشه در 2015 چپا میشد. مطمئن باش بار همین قدری راستی زدگیم برادر، از هزار طرفش همین قدر بندی بستگیم به خدا قسم، همین قدری راسته که اونم اورونه که اونم میفهمه کو اما بیاد در تله همین بار بمون کو همین بد بری راسته. تاکش تو برادر عزیز وقت صرف نکرده این چیز باری کج برو همون رحمانوف بگو. سلمان ما اگر که من یگم شخصی منصبدار شوم کو خب خطا حتما میارم قطعا گروه تون یگم تئاتر دا کار میمونم لبای نقش دا بازی میکنیم باور کنین واقعا رنگ رحمانوف و خم رحمانوف هم بازی داره فرق داشتی واقعا خیر رحمانوف این مثالی گپ درواز میره برای موهای درواز پخت پز یاد میته سیل دره نمیدونم گشنید پیاز باید خیروی ریزه بکنه. خب برادری عزیز با هممون مردمی کریستانیم یک اوخای وظیفه رهبری کشور برپدر شود آخه اوقات کردن نیست بلیازی خدا بچه رهبری دولت هم انسان هم او وقت پرزیدنت کشور میره زنهایی که سابقه کاریش از رحمانوف دیده بالاتر از ریزه کردن کاوتری براش میآموزه. این چی نمود رهبری کشور است؟ نه رهبر کشور میرود در یک مسجد علما میشوه. شما در ماه رمضان برین زردالو بچینین روزه نگیرین. رهبر کشور در MVD و KGB میرود گنرال میشوه میگه که شما باید این خیل بدوین. رهبر کشور میرود در کار بانکی سیستم ادین اس یاد میتیه براشون که خب یعنی که یک سر یاد میتیه. رهبر کشور میرود در یک سوغاز و کاغذ تراکتورونی یاد میتیه. رهبر کشور میرود در تئاتر رقص و بازی را یاد میتیه. وظیفه رهبر کشور چیزا نیست برادر. سلمان به خدا همین مردک ارزنده های خبرای تو ارزنده است. خب بس است اینا 30 سال شده است. در 30 سال یک نفر میتونه که یک کشور ببره در جامعه جهانی در بالاترین نهاد بمونه. ما در جهان در چندم جا قرار داریم از لحاظ اقتصاد. یا بار دیگه هم صحبت کرده بودیم سلمان ما یا امور شما دا گفتم انا وای امور کو خیلی چی نیست واقعا ارزنده نباشه باورم کنین کو امیر رحمانوف هم چه یک رهبر کشور یگان بار در زندگیش قطعی روزنامه‌نگارا و ژورنالیستا یک صحبت آزاد کرده است. بله یک دو سال پیش نکرده 10 سال اخیر نکرده است. نه بدک بیا بگو در کجا بود است که من بیام برای مردم نشان بدم.
نایس. من میام شما را سلکش رو تمام، سلامت باشید، تشکر زیاد، خدا نگهبان.